فرزندم مرودبک سال تولدش 1996 22 مارس در ناحیه نوزمین دهه امید تولد شده. تا سینی 26 به وای رسید. در 26 سالگی فرزندم را به ادای خدمت بردم. 2021 به خدمت رفته. فرزندم 2 سال سر بلندانه برای وطن خود محافظت کنم گفته. وطنم را نگاه میکنم گفته سر بلندانه 1 سال و 6 ماه خدمت کرد. 4 ماه ماندن فرزندم را پراندن. سر بلندانه برای وطن شده. فرزندم جان داد. بهر پاس داشتن خاطره نیک فرزندم کتابی 33 رو به نامش گذاشتن. رحمت بر رئیسای جماعت، رحمت بر رئیسای ناحیه، نشانزاده دوران، همه‌شون یاردم خود را دریغ نداشته. برای فرزندم خانه بنیاد کرده ایستند. 1000 رحمت برای همه رئیسا. برای جناب عالی 1000 رحمت. ما را همش نگهبانی میکنن. چی میکنن؟ فرزندی مرا خاطرش رو پاس میدارن. امروز فرزندم مرودبک جو محمد قل 1 سال می شود.